سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ تیم سار هستم، اومدم با یه ویدیوی دیگه. این سیزن 10 لودات برتر رو براتون آماده کردم برای لیدر بورد و خلاصه اینطوری تا آخر ویدیو ببینید. بریم برای ویدیو. دهمین گان ما دیارش هستش که این سیزن واقعا خوب شده و سه شات میکنه اگر اتشمنت خوب داشته باشین. اگر هم لژندش داشته باشین که دیگه واقعا حله. خلاصه که این سیزن واقعا من اسکواد خوبی نداشتم و با یار رندوم حقیقتا پلی میدادم. با مثلا با یه دونه رفیقام یا رندوم اینجوری نبود که مثلا اسکواد داشته باشم برام دو 100 تا. ولی اگه حمایت کنین من یه تیمی تشکیل میدم و خلاصه میرم جز 100 تای برتر رو پرچم ایران میارم بالا. و خلاصه رفیقی که کمک ما کرد اسمم جز دادفل دمشم گرم میگم که ولی خلاصه خیلی فشار میخورد اعصاب ما رو خورد میگه، ولی دیگه عادی رفاقت همینا رو داره. بعد دمونی که گرم که این اکانت داد برای اینکه ریپورت بگیرم، واقعا دمش گرم. و خلاصه دیارش همچین گانیه. ولی اگه شما میخواین مثلا برین لیدر بود حتما یه تیمی تشکیل بدین یا هم با رفیقاتون هماهنگ باشین که جوری رو کارتون رو راحت میکنه. یارندم نخورید، یارندم چون اولاغ و نوبه خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد و اینا روی حساب. و این سیزن جالبش اینه که رایفلا خیلی باف نشدن و نسبت به SMG ضعیفتر شدن. SMG این سیزن خیلی قوی تر از رایفلان و سعی کنین بیشتر با SMG پلیر بشین نسبت به اسالت رایفل پلیر، اونجوری بهتره کارتون و راحت تره. چون هر سیزن اکثرشون باف میشن SMG ولی اسالت رایفل نه خیلی زیاد. اتچمنت دیارش هم جلوتر هستش، اسکرین شات بگیریم به درتون میخوره. رسیدیم به گان نهم چیزی مثل BP. این سیزن دیگه مثل سیزن قبلش نیست ولی بازم خوبه، گانی هست که برات جمع کنه. ولی مثل سیزنهای قبلی مثلا خیلی قشنگ و تمیز نمیزنه، تمیز بزنه. الان فقط متیکش خیلی خوب خفن میزنه، مگر که اصلا عین خوبی داشته باشید با عادیش هم بتونید بزنید. من دقیقا منطقی نیست که اکتیویژن گان متیک و ایجوری میکنه، گان عادی ایجوری نمیکنه. ای بی انصافیه. دقیقا شما الان دیدگاهتون از لیدر بورد اینه که آقا مثلا میری اونجا ها میری پوز میدی اینا میری اونجا باید 24 پلی بدی. خب من حتی 3 نفر 300 هم اومدم ولی باید 24 پلی بدی نبازی. حتما باید تیم نیت خوبی انتخاب کنی، تیم نیت بدی انتخاب کنی واقعا به مشکل میخوری. سر همین موضوع اولوش یه 1000 تا اومدم پایین و همجور اومدم پایین دیگه ول کردم. اگه هم دوباره میرم اونجا. خلاصه اینطوری گان بعدی ما فنک هستش. فنک داخل این سیزن واقعا رنجای نزدیک رو پاره میکنه و خلاصه میتیکش هم واقعا خیلی چیز حقیقیه. خلاصه از اینکه ما از رفیقم اکانتشو گرفتیم اینجا یه لگ ریزی زد، خب منطقی رمه چهار لگ بزنه منطقی. خب اینجا واقعا ما از رفیقم اکانتو گرفتیم، واقعا با فنک میتیک رنده کردیم. خلاصه ویدیو رو ببینید، اتچمنتش هم گذاشتم. Killer drone deployed. Enemy contact. UAV recon ready for deployment. Hostile sentry gun in your AO. گانی که داخل این سیزن واقعا خیلی خوب شده MG42 هستش، واقعا رنده میکنه، بهترین LMG این سیزن حساب میشه. درسته UL هم باف شده خوب ولی نمیزنه، چه فایده ای داره. خلاصه اینم تا آخر ببینید، اتچمنتشو میذارم.
taking the lead. Winning. Hunter killer. Taking the lead. Hostile hunter killer drone inbound. They're hurting. Keep fighting. گانه بعدی کیوکیو 9 هستش که مخصوصا لژند و متیکش واقعا خیلی خوب شدن. الان داخل این سیزن باف شده و یه جوری بهترین ها جز بهترین SMG این سیزنه که میشه حسابش کرد. واقعا گان خوبیه، تو رنجای نزدیک واقعا عالیه، اگه ایم تو خوب باشه عالیه. اتچمنت اینم براتون گذاشتم آخرش. Hardpoint lost. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hardpoint locked down. UAV online. Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have captured the hardpoint. Lost the lead. Enemy SAM detected. گانه بعدی چوک همون چاپر هستش. داخل این سیزن عجیب غریبه و واقعا با ایمتون خوب باشه که بزنید. از فاصله دور خیلی تضمین نمیدم که بزنه، ولی از فاصله نزدیک راضیتون میکنه. در حدی هست که بتونه براتون یه هارد پوینت جمع کنه. همونجور که میبینید ما داخل هارد پوینت هم هستیم، واقعا برام جمع کرد. اتچمنت اینم یکی دو دقیقه دیگه میاد. Hostiles have captured the hardpoint. Friendly Predator missile inbound. Enemy UAV spotted. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hardpoint contested. UAV online. Hardpoint contested. Sentry gun ready for deployment. Sentry gun deployed. Hardpoint contested. گانه بعدی یوزس 9 هستش، همون یوزی. داخل مولتی واقعا خیلی گان خفنی. داخل بتل حقیقتا تستش نکردم، وقت نکردم. گان 3 شات یا 4 شاته، واقعا چیز خفنیه، مخصوصا متیکش. حالا چون ما متیکش نداشتیم ایم انداختیم که خلاصه اینم ایم تو خوب میکنه، فرق آنچنان نداره. خلاصه اینم میذارم براتون اتچمنتش. Taking the lead. Target down.
رسیدیم به بهترین اسنایپ این سیزن LWT هستش. این گان کلا موبیلیتیش از دیل بیشتره و خیلی بهتره از این لحاظا. برای کسایی که فست پلی میدن و اینا واقعا خیلی چیز خوبیه. اتچمنتش هم براتون میذارم. Care package awaiting orders. Hunter killer drone deployed. UAV online. Predator missile on standby. گان بعدی ما اودن هستش. اودن داخل این سیزن واقعا خوب شده نسبت به سیزن‌های قبلی، واقعا خیلی بهتر شده. رنج تیرش اینا همه چی عالی شده. مخصوصا یه کلت هم کنارش بچینید چون تیر تموم میکنید واقعا به کارتون میاد. اتچمنت دوتاشون رو براتون میذارم. Taking the lead. Taking the lead. Heads up. Enemy UAV spotted. Heads up, team. Enemy گان بعدی HVKC هستش. HVKC داخل این سیزن واقعا خوب شده و داخل هد 2 شات و داخل بدن 3 یا 4 واقعا خوبه. ولی منتها چون خشابش کمه باید حتما یه کلتی کنارش بچینید یا همین که ایمتون خوب باشه که من یه کلت کنارش چیدم. اتش اونم براتون میذارم. We've taken the lead. Recon ready for deployment. Enemy contact. UAV online. Taking the lead. Changing mag. Tango down. گان بعدی گرو هستش. خیلی داخل سیزن فکر میکردم که گرو دیگه مثل قبل خوب نیست و اینا، ولی منتها فقط اتچمنتش تغییر کرده که من اتچمنت رو براتون میذارم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. از گیم پلی هم همینطور. لایک و ساب فراموش نشه. تا ویدیو دیگر بدرود.